بچه آب لیمو سلواتی. نه بده بابا. داش مجید نخورن ها مرز خال. نه ما یه فامولی داریم تلفن کرد گفت هیچ وقت از این شربت ها تو جبه نخورین شهید میشه. بارا ببینیم بابا. حالا خوش اینجا همه چی سلواتی میدن حیفه بریم خدا وکیلی. بریز یکی دیگه. ای بابا من میگم نخورین شما دوتا میخورین. بله میکنم بابا. اگه دوتا بخورین مفقود الاثر میشین آقا مصطفی. شما چه ترشو میخوری آخر شهید. راست میگم. سلام مردی خانم شماه؟ آقا بایرام رسیدید؟ جیبه هم دیگه مجید نمیبینی صدای تون مرزیه؟ ایا مجدی بهش بگون جلو ملوها نره ها. ننمه میگه به بایرام بگو اون جلو ملوها نره ها. بهش بگو مجید دست ماست نخواهیم بریم من میبرنمون جلو. آقا بایرام بله اگه اونجا یه وقت شربت چیزی بهت دادن نخوری ها، میگن شهید میکنه. چی؟ شربت چی هست که شهید میکنی؟ نو بابا. با کی حرف میزنی باقالی؟ آقا میرزا گوشی بدیم مجید حالشو بپرسن. الو ای وای خدا. عوضی